سلام به همگی. تا حالا به این فکر کردین که شاید ما داریم وسط یه داستان کاراگاهی کیهانی زندگی می‌کنیم؟ یه پرونده خیلی بزرگ و حل نشده داریم که مربوط به کل تاریخ بشره. سوال اینه 95% جهان ما کجاست؟ انگار غیبش زده. خب بیایید با یه حقیقت واقعاً تکون دهنده شروع کنیم. هر چیزی که میبینید و میشناسید، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، سیاره‌ها، حتی خود ما، همه اینا فقط همین قسمت کوچیک، یعنی 5% از کل کیهان رو تشکیل میدن. خب پس اون 95% بقیه چیه؟ بهش میگن ماده تاریک و انرژی تاریک. اینا دقیقاً همون تیکه‌های گم شده پازل کیهانی ما هستن. یه لحظه به این فکر کنید، یعنی تمام تجربه ما، تمام تاریخ بشر، همش توی اون 5% خلاصه میشه و ما داریم میریم سراغ اون 95% که واقعاً عملاً هیچی ازش نمیدونیم. یکم آدمو به فکر فرو میبره، نه؟ خیلی خوب، پس رسما تحقیقاتمون رو شروع میکنیم. اول از همه باید بفهمیم اصلا از کجا فهمیدیم که یه چیزی کمه، یه چیزی گم شده. میخوایم دنبال سرنخهای این 95% نامرئی بگردیم. خب اولین مظنون ما تو این پرونده کیهانی اسمش هست ماده تاریک. فکر کنید یه جور چسب نامرئیه که کل کهکشان‌ها رو مثل یه تیکه پازل کنار هم نگه داشته. بریم ببینیم چه شواهدی علیه این مظنون مرموز داریم. این یه سوال خیلی اساسیه، نه؟ چرا اصلا کهکشان‌ها از هم نمیپاشن؟ وقتی بهشون نگاه میکنیم میبینیم که میلیاردها ستاره کنار هم جمع شدن. ولی چرا؟ چون نیروی گرانشی که از ستاره‌ها و گازهایی که میبینیم به وجود میاد اصلاً و ابداً برای نگه داشتنشون کافی نیست. اینجا میتونید این تفاوت رو قشنگ ببینید. سمت چپ چیزیه که باید اتفاق بیفته اگه فقط گرانش چیزایی که میبینیم وجود داشت. یه آشوب کامل، ستاره‌ها همه جا پخش و پلا میشدن. اما سمت راست چیزیه که ما واقعاً تو آسمون میبینیم، کهکشان‌های منظم. این اختلاف فقط یه معنی میتونه داشته باشه. یه منبع جرم نادیدنی باید وجود داشته باشه که اون گرانش اضافه رو تأمین میکنه. و اینجاست که به تعریف اولین مظنونمون میرسیم. ماده تاریک. ماده‌ایه که نمیتونیم ببینیمش چون نه نوری از خودش ساطع میکنه و نه نوری رو بازتاب میده. ولی اونقدر جرم و در نتیجه گرانش داره که میتونه کهکشان‌های غول‌پیکر رو کنار هم نگه داره. این همون چسب نامرئیه که گفتم. خب پس چطور میتونیم چیزی رو پیدا کنیم که نامرئیه؟ ما نمیتونیم خودش رو ببینیم، ولی میتونیم اثر انگشتش رو ببینیم. این ماده تاریک نور رو خم میکنه. یعنی وقتی نور یه ستاره یا کهکشان دور از کنارش رد میشه، مسیر نور کج میشه. این پدیده به ما میگه که یه چیزی اونجا هست که گرانش داره، حتی اگه ما نبینیمش. خیلی خوب، پس حالا میدونیم یه چیزی اون بیرونه، ولی این تازه راز رو عمیق‌تر میکنه. دقیقاً مثل یه کاراگاه خوب، دانشمندا برای اینکه بفهمن ماده تاریک چی هست، اول باید بفهمن چی نیست. باید گزینه‌ها رو یکی یکی خط بزنن. خب پس این ماده تاریک اصلاً چی میتونه باشه؟ بریم ببینیم دانشمندا چه چیزایی رو تا حالا از لیستشون خط زدن. این فرایند حذف کردن یه بخش خیلی مهم از کارهای علمیه. خب چند تا نظریه رو بررسی کردن و به نتیجه نرسیدن. مثلا نمیتونه فقط ابرهای از ماده معمولی باشه که ستاره ندارن، چون اگه اینطور بود ما میتونستیم ذراتی که ازشون ساطع میشه رو تشخیص بدیم. پادماده هم نیست. چرا؟ چون اگه پادماده با ماده معمولی برخورد کنه، یه انفجار با اشعه گامای خیلی خاص تولید میکنه که ما هیچ وقت همچین چیزی رو ندیدیم. حتی سیاه‌چاله‌های غول‌پیکر هم نیستن، چون ماده تاریک خیلی یک نواخت همه جا پخش شده، ولی سیاه‌چاله‌ها خیلی خشن روی محیط اطرافشون تأثیر میذارن. پس بعد از این همه حذف کردن چی برامون مونده؟ 3 تا چیز رو با اطمینان کامل میدونیم. اول اینکه یه چیزی اون بیرون هست. این قطعیه. دوم اینکه با نیروی گرانش تعامل داره، اثرش رو میبینیم. و سوم خیلی خیلی زیاد ازش هست. اما اینکه اون چیز دقیقاً چیه، خب این هنوزم یه راز خیلی بزرگه. اگه فکر کردید ماده تاریک عجیبه، صبر کنید تا با مظنون دوممون آشنا بشید، انرژی تاریک. این یکی دیگه حتی عجیب‌تره. این نیرو برعکس ماده تاریک عمل میکنه.
به جای اینکه چیزا رو کنار هم نگه داره کل کیهان رو با سرعت هرچه تمامتر از هم دور میکنه. برای اینکه بفهمیم قضیه چیه، باید یه نگاهی به تاریخ بندازیم. تا سال 1929 ما فهمیده بودیم که جهان داره منبسط میشه. کهکشان‌ها دارن از هم دور میشن. خب این به خودی خود یه کشف بزرگ بود. اما بعد در سال 1998 ستاره‌شناسا یه چیزی کشف کردن که همه رو شوکه کرد. این انبساط داره شتاب میگیره. یعنی جهان نه تنها داره بزرگتر میشه، بلکه سرعت بزرگ شدنش هم داره روز به روز بیشتر میشه. این اصلا با عقل جور در نمی اومد. خب از کجا نمیدونیم؟ به لطف پدیده‌ای به اسم انتقال به سرخ کیانی. تصور کنید خود فضا مثل یه پارچه کشسانه. وقتی نور از یه کهکشان خیلی دور به سمت ما میاد، این پارچه در حال کش اومدنه. این کش اومدن باعث میشه طول موج نور هم کش بیاد و به سمت طیف قرمز رنگ متمایل بشه. هرچی یک کهکشان دورتر باشه، نورش قرمزتر به نظر میرسه و این یعنی داره سریعتر از ما دور میشه. و این نیروی مرموزی که باعث این شتاب میشه، همون چیزیه که بهش میگیم انرژی تاریک. نکته عجیبش اینجاست، این انرژی یه چیزی توی فضا نیست، این یه ویژگی خود فضای خالیه. یعنی فضای خالی واقعاً خالی نیست، یه انرژی ذاتی داره که مثل یه نیروی ضد جاذبه عمل میکنه و داره همه چیز رو از هم دور میکنه و فضای بیشتری هم تولید میکنه. خب حالا سوال اینه که این انرژی تاریک اصلا چیه؟ چند تا نظریه اصلی روی میزه. یکی این که این یه ویژگی ذاتی خود فضاست، همون چیزی که اینشتین بهش میگفت ثابت کیهانی. یه نظریه دیگه میگه این انرژی از ذرات مجازی میاد که دائما توی خلا به وجود میان و از بین میرن. یا شاید هم یه نوع سیال یا میدان انرژی کاملا جدیده که ما هنوز هیچ درکی ازش نداریم. واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینا هنوز اثبات نشده. خب بعد از اینکه هر دوتا مظنون اصلیمون رو بررسی کردیم، به نظر میرسه که بیشتر از جواب سوال داریم. اما میدونید چیه؟ تو دنیای علم این اصلاً چیز بدی نیست. این شکست محسوب نمیشه. این فقط یعنی پرونده هنوز بازه و ما درست لبه یه مرز جدید از اکتشافات علمی ایستادیم. باید با شما راست باشم. بهترین ایده هایی که ما درباره ماده تاریک و انرژی تاریک داریم هنوز فقط در حد نظریه‌اند. هیچی قطعی نیست. پرونده کاملا بازه و شاید این هیجان انگیزترین بخش ماجرا باشه. این نقل قول خیلی قشنگ وضعیت ما رو توصیف میکنه، نه؟ یادمون میندازه که با تمام پیشرفتامون ما هنوزم در ابتدای راهیم. یه جور حس فروتنی و شگفتی به آدم میده. ما تازه داریم یاد میگیریم که سوالای درست رو بپرسیم و هنوز راه خیلی خیلی درازی در پیش داریم. و اینجاست که به پایان این بررسی میرسیم با یه سوال نهایی. اگه 95% کیهان برای ما کاملا ناشناخته است، فکر میکنید چه رازهای دیگه ای اون بیرون تو اون تاریکی پنهان شده؟ این همون سوالیه که قرار تحقیقات علمی رو برای نسل‌های آینده هدایت کنه. خیلی ممنونم که تو این سفر کاراگاهی کیهانی با من همراه بودید.